ما داریم منقرض میشیم، ولی برای پدرهای قدیمی‌تر و اون که پدر شدن دیگه تا الان تموم شده رفته اینو براتون پدرم نمیدونی که قدر دوست دارم اسم تو با خواهی کنامه میبرم پدرم نمیدونی که چقدر سنگ دلم که یه بار دیگه بیایی به من بگی پسرم پدر برکت خونه پدر مرد نمونه در این نار صمیمی بیدار نمونه پسر من برنج تو میدونه پدر برکت خونه پدر یار صمیمی بیدار نمونه پسر من برنج من حوصله این آرزوهای لطفا بی‌مطلب این پدر و مادر رو ندارم. مثلا که همه پدر صدا میکنم. همیشه هم از بچه و بندگونگش متنفرت شدم. اگر بچه و از اینجور چیزا بیارن جلوی من نتیجه اینه که تفنگ رو برمیدارم و همه چی رو میبندم به رگبار. حالا که برسه به اینکه بخوام در خودش آرزو میکنم. من هیچ وقت برای دیگران آرزویی نمیکنم. آرزو مال آدمای ضعیفیه که میخوان با حرف زدن درباره چیزایی که دوست دارن بحث خلاف کنن. من قوی‌ترین مرد دنیام از این مامان بازیم خوشم نمیاد. همه چیز باید سفت و مردونه باشه. آره اینجوری بهتره. دیشب همین احمدی نژادی باب نظیرا که اومده بودن در میگفتن از ما داریم میریم کامپیوترهای جنوبی یا آبا